فرقت نظام هستم، روزنامه‌نگار. هر کس برای خود یک ایدئال دارد، یک ایدئالی که در زمان گذشته زندگی کرده است. من که بسیار عاشق نوشته های گابریل مارکز هستم، فکر میکنم که جای او خالی است و بدبختانه خیلی دیرتر با آثار او شناس شدم، ولی خیلی فرو رفتم. به همین خاطر اگر فرصت در زمانی او به دنیا می اومدم، شاید که کوشش میکردم که با او واخورم. من فکر میکنم که هر یک انسان در زندگی نقش میبازد. مثلا ما در واخوری های رسمی، در جامعه، در میان مردم آن نفر هستیم که باطینمون اونگونه نیست. یعنی کوشش میکنیم که از گفتن حرفای زیادتی خودداری کنیم، کوشش میکنیم که یکم جدی باشیم، ولی در نزد دوستان، در نزد آن نفرانی که به ما نزدیک هستند صمیمیتر هستیم. همون نفری هستیم که باطن ما هست. من فکر میکنم که بی فرزند بودن سخت است. درباره خودم بسیار سوالی عجیب. اگر همین روز از دنیا درگذرم، شاید نویسم که آرزویش را با خود برد. شاید درباره آنها زیاد فکر کنیم. وقتی که ما درباره یک نفر زیاد فکر میکنیم، در آن حالت میتوانند که در خواب ما آیند. این بیشتر از مهارت خود همون نفری که ایجادکار است دلالت میکند. ما نمیتوانیم در هر رمان، در هر فیلم، در هر قصه اشک بریزیم. تنها ما میتوانیم در آن رمان ها، در آن فیلم های اشک بریزیم که بیشتر از زندگی واقعی ما گرفته شده است. شاید دردهای ما با دردهای همون رمان، قصه، با همون فیلم ها مشترک است. من فکر میکنم وقتی که شوهری دوست داشتهش میآید، هزار سال است که انسانیت راست گفتن رو یاد نگرفته است. حقیقت رو یاد نگرفته است. حقیقت نیست و نبود.
راستی نمیدونم. گناهی که انسان به خودش خیانت میکند. وقتی که انسان به خودش خیانت میکند به همه خیانت میکند.